Tu me dis pas les choses. Allô, 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 Elbi, Elbi, je te fais paro, paro, paro. Allô, 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 Elbi, Elbi, je te fais paro, paro, paro. Allô, 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 Elbi, Elbi, je te fais paro, paro, paro. Allô, 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 Elbi, Elbi, je te fais paro, paro, paro. Allô, 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 Elbi, Elbi, je te fais paro, paro, paro. Allô, 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 Elbi, Elbi, je te fais paro, paro, paro. Allô, 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 Elbi, Elbi, je te fais paro, paro, paro. Allô, 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 Elbi, Elbi, je te fais paro, paro, paro. قشنگ باشه یه جا زخیم نباشه یه جا باریک. 3 متر بچه ها من از این نخ زرد بریدم برای دستبند کافیه. ببینید من اینجا بافتم یا همون پیچ زدم که رسیدیم به قسمت انتها. ببینید من اینجوری پیچ میدادم و هی بالا میدادم. این نخ زرد و الان دیگه باید 2 تا گره یا 1 گره فرقی نمیکنه گره بزنیم. خوب نگاه کنید. بعد یا ذوبش کنیم با فندک یا اینکه میترسیم باز بشه چسب بزنیم، چسب حرارتی یا قطری. ببینید این نخ زرد رو میتونستم توی این بند بذارم ولی دیگه من این کار نکردم چون میخوام بند خالص سفید باشه. یا گیس میکنیم یا مدل پیچ که من هر دوتا رو تو پیج آموزش دادم. بچه تو پیجم هم کلی آموزش رایگان دارم. خوشحال میشم که منو فالو کنید. خب من اینجا میخوام مدل پیچ بزنم. نخا رو تقسیم میکنیم و به 2 قسمت مساوی و مدل پیچ رو میزنیم. مرسی که هستید بچه ها. حتما سیو کنید و حتما ازش بزنید. با کاموا و مرسریزه هم میتونید ببافید. نخهای من نخ کوبلم بود و اندازه ها من داخل کپشن می نویسم. تا آموزش بعدی بچه ها، خداحافظ شما.